بابا یک سوال در خصوص قطعی برق. میگن که ما منابع نداریم. اوکی، حله. میگن که مصرف مردم زیاده و زیاده روی میکنن، واسه همین ما برق و 2 ساعت 3 ساعت حالا هر چی قطع میکنیم به خاطر صرفه‌جویی در مصرف برق. اگر منابع نیست، این نفت استخراج میشه، یه مقدارش فروش میشه، یه مقدارش هم که تو آمارها نشون دادید واسه خود کشور مصرف میشه، واسه حمل و نقل، صنایع، کارخانجات و غیره. اون درصدی که واسه تولید برق رو نمودار نشون میدین، اون مقدار کجا میره که شما میگین ما برق نداریم، آقا منابع نداریم، ولی طبق آمارها دارین هر روز توی جداولی که ترتیب میدین اینو دارین نشون میدین که یک مقدار سوخت واسه تولید برق داره مصرف میشه، و در صورتی که ما با قطعی برق مواجهیم. اگه کسی جوابشو میدونه یه توضیحی بده.